سلام بچه های گلم، به کانال یوتیوب خاله لیلی و قصاش خوش اومدین. امروز قرار داستان یک کرم کوچولوی صورتی خوشگل براتون بگم که از وقتی به دنیا اومده بود یکم عجیب غریب بود. بقیه حشرهای این بوته‌زار به کرم کوچولوی صورتی قصه ما هاج و واج نگاه می‌کردن. چون شبیه بقیه کرما سبز نبود، به سختی میتونست میونه برگای سبز پنهان شه و برای همه جای تعجب داشت. خلاصه کرم کوچولوی قصه ما تصمیم گرفت تا خودشو از بقیه حشرات اونجا پنهان کنه. ولی کفشدوزک مهربون اون بوته‌زار به کرم کوچولو گفت به جای این کار یه گل صورتی پیدا کن و برو اونجا قایم شو. چون وقتی کنار یه گل صورتی باشی همرنگ اون گل میشی و دیگه پرنده‌هایی که میخوان کرمای رنگی رو شکار کنن نمیتونن پیدات کنن. تازه دیگه بقیه حشرها هم با تعجب نگات نمیکنن. کرم صورتی کوچولوی قصه ما هم شروع کرد به جستجو در بوته‌زار برای یافتن یه خونه جدید، یعنی یه گل صورتی قشنگ. خلاصه تونست یه گل صورتی قشنگ که همرنگ خودش بود پیدا کنه و اونجا رو به عنوان خونه جدیدش انتخاب کنه. کرم کوچولوی قصه ما خیلی خوشحال بود که یه خونه جدید همرنگ خودش پیدا کرده. روزا با خوشحالی اونجا زندگی میکرد تا اینکه بعد از گذشت چند روز احساس کرد که خیلی خوابش میاد و شروع کرد به پیله بستن به دور خودش. بعد از مدتی کرم کوچولوی قصه ما از خواب خودش بیدار شد و شروع کرد به خارج شدن از پیله‌ای که به دور خودش بسته بود. اصلا نمیدونست این چیه و چرا اونجا قرار گرفته و تو مدتی که خوابیده چه اتفاقایی براش افتاده. اون تبدیل شده بود به یه پروانه آبی قشنگ که همه حشرات بوته‌زار از دیدنش لذت می‌بردن. اونقدر قشنگ بود، اونقدر آبی و اونقدر براق بود که هیچ کس نمیتونست چشم از دیدنش برداره. بله، این داستان کرم کوچولوی قصه ما بود که میبینین بعد از سپری شدن مدتی نه چندان زیاد تونست به یه پروانه زیبا تبدیل بشه. خب کوچولوهای قشنگم، امیدوارم از اولین داستان خاله لیلی خوشتون اومده باشه و همیشه لبتون خندون باشه.